7 سازمان بین المللی حومه حقوق انسان، کمیته هلسینکی نروژ، مشارکت بین المللی برای حقوق انسان، عفو بین المللی، آزادی حالا، دیدبان، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر و حامیان خط جبهه روز 6 نوامبر سال 2023 معرکه مشترکی را با طلب آزادی بلافاصله منوچهر خالق‌نظرов، رهبر انجمن حقوق شناسان پامیر و یک حامی شناخته حقوق انسان از ولایت مختار کوهستان بدخشان را آغاز کردند. خالق‌نظرов از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم شده است. 7 سازمان در بیانیه مشترک خود منوچهر خالق‌نظرов را حامی حقوق انسان و مبارز ضد بی‌عدالتی نامیده، پرونده او را بافته و مرافعه حکمش را ناعادلانه خواندند. حامیان حقوق از اهل جامعه بین المللی خواستند که با دو وسیله نوشتن نامه‌ها به وزارت خارجه تاجیکستان با طلب آزادی خالق‌نظرov و با ارسال نامه‌های پشتیبانی به خود او به محبس هفتم کلانه که در کوچه نظامی گنجوی شهر دوشنبه قرار است و خالق‌نظرov در همین محبس ادای حکم میکند، پشتیبانی خود را از این معرکه به نمایش بگذارند. منوچهر خالق‌نظرov به شمار بیشمار قربانیان نقض حقوق انسان کمک رسانده در تحکیم ولایت قانون و نهادهای دموکراتی در بدخشان سهم گذاشت. خالق‌نظرov همچون در طول سالهای زیاد به بنیاد پول مکالمه بین نهادهای دولتی و جامعه شهروندی مشغول بود و در جریان این مکالمه ها مسائل داغ ولایت از جمله مشکلات حقوق انسان را بررسی میکرد. نوشتند حامیان حقوق: ماه نوامبر سال 2021 قتل مرموز ساکن نویه روشقلعه گلبدین زیوبکوف بعد چند ساعت بازداشتش باعث موج اعتراضها در شهر خوروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. بعد 4 روز اعتراضها مقامات راضی شدند که قتل زیوبکوف و باز 2 ساکن در جریان اعتراضها کشته شده را همراه با نمایندگان اعتراضگران تفتیش کنند. برای این و نظارت اجرای دیگر طلب‌های اعتراضگران از حساب نمایندگان جامعه شهروندی یک نهاد با نام کمیسیه 44 تأسیس داده شد. منوچهر خالق‌نظرov نیز به عضویت کمیسیه 44 انتخاب شد و در این نهاد رهبر گروهی بود که میبایست از نام اعتراضگران در تحقیق حوادث اخیر اشتراک کند، ولی اعضای این گروه را عملاً به جریان تفتیشات را ندادند و ماه سال 2023 بعد آنکه مقامات موج نو اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح و نیروی ویژه سرکوب کردند، بیش از 100 تن از ساکنان و زادگان بدخشان از جمله 13 عضو کمیسیه 44 با شمول منوچهر خالق‌نظرov به حبس کشانده شدند. با وجود دعوت‌های به تکرار سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان، دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 دکامبر سال 2022 منوچهر خالق‌نظرov را با جرم‌های چون عضویت در گروه متشکلانه جنایتی و دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت دولتی به 16 سال زندان محکوم کرد. خود او این اتهام را کاملا رد کرد و خود را بیگناه می‌شمارد. واکنش مقامات تاجیکستان به معرکه نو بین المللی از جانب 7 سازمان با طلب آزادی بلافاصله منوچهر خالق‌نظرov هنوز معلوم نیست، ولی قبلا دوشنبه چنین دعوت‌ها با طلب رهایی افرادی که در پی سرکوب اعتراض‌های بدخشان دستگیر و محکوم به زندان شدند صرف نظر می‌کرد.